با درود بینندگان گرامی، شعله گلخوجه هستم در خدمت شما عزیزان با خبرهای تاجیکستان و جهان. در 15 دقیقه دیگر برنامه امروز 16 دکبر این موضوع ها را داریم. احتمال بازگشتن لیمیت به تاجیکستان در صورتی که نیروی برق عادلانه استفاده نشود و یا هشدار و سفارش‌های پرزیدنت امامعلی رحمان وابسته به استفاده قوه برق. سایر خبرنگاران رادیوی آزادی با عبدالستار پیر محمدزاده که میگوید بعضی ها از شیشتن به تاکسی او میترسند. ما دعوت کردن راستی بعضیشون خیلی به خانه اومدن صحبت کردیم. پیشوای مخالفین حکومت روسیه اصرار می‌ورزد که برنامه کشتاری او در سطح بلندترین حکومت تحریزی شده بود. من میدانم که مرا کی زهرآلود کردن میخواست. من جای زیست آنها را میدانم. پرزیدنت تاجیکستان دیروز ضمن مشورت کاری با هیئت حکومتی به مسئله تامین اهالی با برق نیز داخل کرده است. امامعلی رحمان هشدار داده است که در صورت صرفه‌کارانه استفاده نبردن نیروی برق احتمالاً دیگر باره لیمیت جاری می شود و از جمله به ضرورت تأسیس گروه‌های کاری در شهر و ناحیه‌ها تاکید نموده است تا اینکه به مردم استفاده با انصافانه نیروی برق را بفهمانند. مولا رجب یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد. بعد از یک هفته آنکه شرکت برق تاجیک اعلان کرد که انتقال برق به منزل ساکنان دائمی شده است، مقامات دوباره از احتمال جاری شدن لیمیت صحبت میکنند. در جلسه کاری که در روز 15 دکبر در نزد رئیس جمهور امامعلی رحمان برگزار شد، به ساکنان هشدار داده شده است که در صورت استفاده اسرافکارانه قوه برق بار دیگر ضرورت جاری کردن محدودیت انتقال آن پیش می آید. از اول ماه نوامبر تا 10 دکبر ساکنان تاجیکستان از برق شکایت می‌کردند. آن وقت مقامات سبب کمبود برق را دقیق شرح نمی‌دادند و بعضی به تعمیر دستگاه و بعضیشان آن را به کمبود آب ربط می‌دادند. ولی در جلسه روز 15 اکتبر در نزد رئیس جمهور به احتمال کمبود آب اشاره شده است. مسئولین شرکت برق تاجیک هفته گذشته در صحبت با رادیوی آزادی گفته بودند ساکنان باید در استفاده برق صرفه‌کار باشند. مثلا اگر هر یک آدم، هر یک مشتری تاجیکستان، مشتری احزاب اهالی من در نظر دارم، کارخانان در یک روز 100 کیلووات 100 وات یک لامپه 100 وات که در راهرو و در چین جا بهوده میسوزند، هر یک آدم مسئولیت بلند حس کند یک لامپه 100 وات را استحصال کند، این برابر اقتدار انرژتیکی میشود که در یک شبانه روز به شهر دوشنبه در کار است. مسئله استفاده برق برای مقامات تاجیکستان جدی شده است و الکی در بعضی منطقه ها به ساکنان دستور دادند که از تجهیزات برقی سر مصرف استفاده نبرند. طبق دستور شهرداری خوجند، ساکنان خانه‌های زمینی برای خوراکپزی و گرم کردن منزل‌هایشان باید نه از دستگاه‌های برقی بلکه از انگشت و هضم استفاده برند. شهرداری خوجند فردوس شریفزاده همچنین دستور داده است که برای صرفه برق چراغ‌های روشنایی دهنده شبانه کوچه‌ها خاموش کرده شوند. در خبرنامه‌های رسمی از واخوری گروه‌های به گفته مقامات تشویقاتی با ساکنان به ذخیره آب در آبانبارهای تاجیکستان تاکید شده است. هرچند مقامات گفتند که ذخیره آب در آبانبارها برای فصل زمستان کافی است، اما معلوم نیست که چرا حالا دوباره به احتمال کمبود آب اشاره می شود. با وجود آنکه مردم میگویند به حرف مقامات درباره صرفه برق راضی‌اند، ولی در بعضی حالت‌ها انتخاب ندارند و مجبورند که برای گرم کردن خانه‌ها از برق استفاده برند. لمشکای کم مصرف موندگی خانواده. بعد انا چی داریم و در بلو زندگی میکنیم، پیشکه داریم، پیشکه کمری داریم. چه زیاد استفاده میبرد. مثلا چیزی که در کار هم استفاده میبرد. مثلا ترمیکس هم میکرووالنوف کردم، پیش دروگوی دیگه چی به در کار. مقامات تاجیکستان سال 2017 اعلان کردند که لیمیت برق اکنون به افسانه تبدیل شده است، ولی ساکنان گفتند در 3 سال اخیر بارها قطع انتقال برق را مشاهده کردند. در چنین وضعی که مقامات تاجیکستان از احتمال کمبود آب در آبانبارها صحبت می‌کنند، معلوم نیست که تاجیکستان انتقال برق به کشورهای همسایه از جمله افغانستان را قطع کرده است یا نه. طبق اطلاع رسمی، تاجیکستان در ماه اکتبر به خارجه به مبلغ $2 میلیون برق فروخته است. مولا رجب یوسفی، افسانه اکابرشاه، آزادی دوشنبه.
بله یادآور میشم که مجلس کاری با امامعلی رحمان در موضوع برق روز گذشته برگزار شد و رو میارم به موضوع دیگر. راننده تاکسی و روزنامه‌نگاری که رسا یک ماه پیش نوار مراجعتش به رهبران تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی به اصطلاح شروع ولوله برپا کرد، به تاکسیرانی خود در دوشنبه ادامه میدهد. هرچند مقامات تا حال نسبت نوار این راننده تاجیک رسما واکنش نکردند، ولی افراد با پخش نوارهای جداگانه عمل او را محکوم و او را به نقض قانون و هنگامه سازی متهم میکردند. در حالی که خود عبدالستار پیر محمد زاده بر این است در جامعه معاصر گفتن مشکلات باید یک کار مقرری باشد. اما تا کجا این آشکار بیانی به زندگی و کار او تاثیر گذاشت از زبان خودش میشنویم. یک وقت برای ما یک امکان دید که زندگیمون رو درست کنیم. انشاءالله دیگر همین وقت زندگی انسان از دیگر جا درست شد، روزش به روز تاکسی نمیمونه. عبدالستار پیر محمدزاده راننده تاکسی در دوشنبه میگوید پس از نشر یک نوار درباره مشکلی‌های جامعه که واکنش‌های زیادی را به بار آورد، مسافران از سوار شدن به ماشینش هراس دارند. او میگوید بعد برآمدش از طریق اینترنت مورد بازپرسی نمایندگان مقامات قدرتی و محلی قرار گرفته است. برای من آن زمان روز پرزیدنت خواهد شد که پرزیدنت به این مشکلات مردم ما توجه کنند. نوار مراجعت او 16 نوامبر در شبکه فیسبوک گذاشته شد و در مدت کوتاه به موضوع صحبت خاص و عام تبدیل یافت. وی از بیکاری در تاجیکستان، تعیین جریمه‌های هنگفت نسبت راننده‌ها و بی‌توجهی مقامات به سرنوشت مردم صحبت می‌کرد. با گذشت یک ماه از نشر نوار، عبدالستار پیر محمدزاده میگوید انتظار نداشت نشر نوارش با واکنش‌های زیاد روبرو می‌شود. سارا دیگر قریب که هر دومین شهروند میشناسد در داخل ماشین هم در راه هم و تعجب میکنند بعضن که چه خیل آوازه و دروازه و فلان و بهماده. من در این باره در نوارها گفته بودم و هر یکی اونا چی گویم میکنه این چیز رو برای خود یک چیزی غیر مقرره حساب میکنند. انسان هیچ عقلش گویا که این رو قبول ندارد که یک شهروند یک پرابلم رو گفت، درد خودش رو گفت در جامعه و اون هم‌آوازی پیدا کرد و همین چیز برای آنها یک عجایب می‌نماید. پیر محمدزاده چون روزهای قبل این شب و روز در دوشنبه بعد تاکسیرانی مشغول است. میگوید پس از نشر نوار و واکنش‌های زیاد در خط سیرها مسافران گاهی با هراس از خدمترسانی تاکسی او خودداری میکنند. پس از آن مراجعتنامه به تاکسی یا به مسافرکشانی میبرآمدم به کوچه‌های شهر دوشنبه. در حیرت میمودم، در تعجب بودم که بعضی‌ها مثلا در همون خط سیری که میرفتن اولا یک دست میبرداشتن که ایستید. وقتی که من سرعت ماشین را سوس کرده و با چراغی طرفگردی میخواستم نزدیک شدم میگفتن نه هی کنید ما نمیریم. بعد حیران شدم برای چی گفت خیر یک دو آدمش با میرفت همونو در چخیل است آدم یک کسی رو در کجای دیدگی برام خیلی دو دیله یک نگاه میکنند و میرن. پیر محمدزاده میگوید بعد این نوار او را به مقامات دعوت کردند و همراهش صحبت کردند، اما با گفته او مناسبت نمایندگان مقامات قدرتی همراهش بد نبوده، با همدیگر فهمی انجام یافته است. با مقامات دعوت کردند راستی بعضیشون خیلی به خانه اومدن صحبت کردیم. صحبتی انم خیلی من حیران میشدم. بعد به خودشون گفتم شما هم همین خیلی آدمای با فرهنگ، شما هم خیلی آدمای خوش معامله بوده اید و مردم چرا از شما میترسن؟ خب میخندیدن اونا هم بعضا. خب صحبت کارهای داخلی که از محلی خیر اکنون از همه مقامات قریب که از همه مقامات ولی صحبت ها داشتیم. او گفت هدف از مراجعتش تنها رساندن مشکل مردم به مقامات بود و مثل او در دوشنبه هزارها نفر است که روزشان به مسافرکشانی مانده است. او پیشتر در رادیوی صدای دوشنبه کار میکرد. با گفته خودش پس از رفتن از کار و برای روزگذرانی پشت چنبرک تاکسی نشست. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. اخیراً رهبر مخالفان روسیه الکسی ناوالنی در ویدیو پیام خود اسم چند مرد گمانبر در تلاش کشتنش را در ماه اوگوست با زهر نظامی به زبان آورد. اسم این نفران همچنین در گزارش مشترک تحقیقاتی برنامه بلینکات، CNN، نشریه در شپیگل و بنگاه تحقیقاتی روسی اینسایدر برده شد. بنا به تحقیقات این نهادها گمانبران زهرآلود کننده ناوالنی برای خدمات امنیتی فدرالی روسیه
کار میکنند و نقشه زهرآلودکنی ناوالنی را چند سال پیش تهیه کردند. در این باره خیرمان بقازاده گزارش میدهد. میلیون ها نفر این نوار ویدیویی را در یوتیوب تماشا کردند. آن را الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان روسیه تهیه کرده است. در آن ناوالنی اسم چند مرد را به زبان میآورد که به گفتش ماه اوگوست در زهرآلود کردن او دست داشتند. من میدانم که مرا کی زهرآلود کردن میخواست. من نامهای واقعی آنها را میدانم. نامهای ساخته آنها را هم میدانم. عکسشان را در دست دارم. این نوار ویدیویی بر پایه تحقیقات مشترک مطبوعات و سازمان‌های تحقیقاتی بلینکت، CNN، در شپیگل و اینسایدر تهیه شده است. این گزارش با جزئیات خردترین اثبات می‌کند که FSB دوامی سال‌های زیاد از پای ناوالنی بود و بالاخره او را زهرآلود کرد. آنها راه و حرکت این نفران را به هنگام مسافرت‌ها تحقیق کرده دیدند که همان قدر که ناوالنی از سال 2017 سفرها انجام داده است، آنها عین همین کار را در کنار او کردند. یک سابق پالکونیک FSB به ما گفت نظارت از پشت ناوالنی خیلی پیش شروع شد. با فکرم 13 یا 15 سال پیش. ما در چندین معرکه ها بسیار واخورده ایم و یک یاور ما همین چیز را پی برد که او تحت نظارت است. این چیز هیچگاه مخفی نبود. ناوالنی در هواپیما هنگام پرواز از تومسک به مسکو روز 20 اوگوست یک بار بیمار شد. بعد آن که او به آلمان انتقال داده شد، دانشمندان از چند کشور غربی و سازمان منع سلاح‌های کیمیایی خلاصه کردند که ناوالنی را با زهر نوعی نویچوک زهرآلود کردند. اتحادیه اروپا و بریتانیا بعد این حادثه چند مقام روس را تحریم کردند. کرملین تا حال به تکرار میگوید که در این حادثه دست ندارد، ولی تحقیقاتی نوی که نشر شد ثابت میکند که افراد ناوالنی را تعقیب کرده جاسوسان FSB بودند. تحقیقات اینچنین چندین زنگ تلفنی میان آنها از جمله مقامات بلندپایه FSB و متخصصان کلان سلاح‌های کیمیایی را آشکار کرده است. بی‌شبهه عملیات به چنین سطح و دوامناکی از جانب کسی دیگری به جز خود رئیس FSB بورتنیکوف تشکیل شدن نمیتوانست. آنها چنین کار را بدون امر پرزیدنت پوتین جرأت نمیکردند که انجام بدهند. هرچند در تحقیقات گروه بلینکت مشخصاً چنین خلاصه برآوری نشده است، ولی گزارش اشاره میکند که یکی از افسران FSB راست به خود بورتنیکوف و او به پوتین گزارش میدادند. این بار اول نیست که پرزیدنت روسیه به حمله با استفاده از سلاح کیمیایی گمانبر می شود. مفتشان بریتانیایی هنگام تحقیق زهرآلودشوی سابق جاسوس روس سرگئی اسکریپال و دخترش در سال 2018 به چنین خلاصه آمدند که ظاهراً این حمله را خود پوتین اجازه داده است. سابق افسر FSB اینچنین گفت که مقیاس عملیات به دخالت FSB و پوتین اشاره میکند. برای تهیه نقشه کشتار آدم معمولاً چندین هفته و ماه‌ها لازم می شود. احتمالاً آنها انتظار امر بودند. این را شاید ما هیچگاه نخواهیم دانست. ولی دلیل ها کشنده اند. اثبات می شود که دولت روسیه به تروریسم دولتی راه می دهد. کاملا مشخص است که امر را مقامات بلندپایه اجازه داده، پوتین با آن راضی شده است. کرمل تا حال به این تحقیقات واکنش نکرده است، ولی روز 17 دکبر شاید پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانش در این باره چیزی بگوید. و مقامات داستانی اسفاره رئیس یک جماعت را با گمان گرفتن پاره در حجم $4000 بازداشت کردند. به اطلاع منبع او همراه با یک کارمند کوپراتیو تجارتی سفروبوقیبه از یک استاد چوبتراش برای امضا و مهر و جدا نمودن قطعه زمین $5000 آمریکایی طلب کرده. هنگام گرفتن 4000 آن در اتاق کاریش دستگیر شده است. منبع میگوید مردی 60 ساله‌ای که استاد چوبتراش بوده است برای ساختمان کارخانه کارتسازی، مواد آرایشی از چوب و تخته و مغازه برای فروش محصولات تیار نیاز به قطعه زمین داشته است. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر و چون همیشه شما میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارها را هر روزه در صفحه ما در آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نکنید که فردا ما همه شما بینندگان عزیز را با خبرهای نو و تازه در برنامه خود منتظر خواهیم بود. تا اون دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار شما هستید.